اینجا داشته باشه بهترین کار میشه. دکان کرده میتونی، موتر گرفته میتونی، هر عملی که تو بخوای برات مهیاست. چطور $10,000 اینجا تو مصرف میکنی میری در قاچاقبر میدی در اونجا خدا میرسانی؟ دوم از جهت ضرورت مباح. ضرورت مباح چی را میگه؟ برای تجارت میری، مالی را وارد میکنی که در اینجا ضرورت مردم برای ازوست، در مملکت اسلامی پیدا نمیشه، حرکت میکنی در اونجا. سفر تحصیلی داری در دیگه مملکت، امو تحصیل برات حاصل نیست و ضرورت مردم هم است. برای علاج و تداوی میری دیگه جای میسر نمیشه، اینجا برای تو سفر جایز است. هوایی سفرام شرایط داره. کدام شرایط داره؟ کسی که در اونجا میره و تجارت میکنه، تحصیل میکنه، میدانی که اونجا میدان شهوات است، هجوم شهوات است. الا ماشاء الله، کدام فردی را که الله توفیق داده باشه که خدا نگاه کرده بتونه، دیگه راه خلاصی نداری. الا که مبتلا به زنا شوی، به فحش و عیاشی شوی. داری هم قدر تقوا؟ ما خود تو را اینجا میبینم که الله اکبر نماز نمیخونی. ما خود اینجا میبینم که تو در زندگی خود یک سنت رسول الله را عملی نکردی. اونجا چطور؟ اونجا از آتش خدا کشیده میتونی در حالی که جوان هم هستی، سن سالتان پخته شده، میتونی خدا نگاه بکنی؟ تقوا داری هم قدر؟ دیگه شرط شبهه علم داشته باشی، معلومات دینی داشته باشی که از شبهات از ما خود نگاه بکنی. سالهای سال در طول تاریخ محصلین ما که برای تحصیل علم در اونجا رفته، ویزا برش آمده، بورس که ما و شما برش میگیم برش آمده، اونجا که رفته از اصلی تحصیل علم کرده، جر و بحث سر اسلام خیلی زیاد شده. اونجا تیار کمینا وجود داره. مستشرقین علمایی که مطالعه در اسلام کرده، نعوذ بالله به زعم خودشان خلا، برشان معلوم است او را سریعی محصلین انتقاد اعتراض. این بیچاره خو علم نداره، از اسلام آنقدر نفرت پیدا میکنه که هیچ پرسان نکن. داری که تو سفر میکنی، بعد از سفر اونجا زندگی کردن شرایط داره. اول شرط زندگی در اونجا است که در ادای مناسک و مراسم و احکام اسلامی مستقل باشی، ریشه مانده میتونی، زنت حجاب کرده میتونه، اختیار زنت پیش خودت است. از تو سوال میکنه مسلمان، زنت در اختیارت است؟ چپلاق انداخته میتونی، سخت گفته میتونی، دخترت در اختیارت است؟ اول شرطش هم است که در اجرای احکام الله متعال تو مستقل باشی. وقتی که در اجرای احکام الله تو مستقل نباشی، از اونجا هجرت کردن فرض است، اونجا ترک میشه و تو اونجا میروی، از اینجا میخیجی اونجا میروی. احکام اسلام مستقل یک شرط. دوم شرط، در اونجا سری شعائر اسلام استهزا نشود، توهین نشود. احکام اسلام اگر در پیش روی احکام اسلام توهین میشه، تحقیر میشه، استهزا میشه، تو باز بشی یا نه؟ الله متعال میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب، و یقینا نازل کرده، روان کرده الله متعال در کتاب، در قرآن کریم، در سوره انعام است، او ان اذا سمعتم، زمانی که شما شنید آیات الله، آیات الله را، یکفر بها، که انکار میشد از آیات الله، صراحتا برات گفته میشد من این حکم قبول ندارم. همینطور ملحدین امروز در خانه مسلمان است، شب قطع پدر می بحثا را میکنه، اولاد است، قطع اولاد پدر می بحثا را میکنه، این حکم اسلام قبول ندارم. بنج بر اولا میگم. الله متعال برای ما میگه وقتی که اینطور حالت بود که سر احکام الله انکار میشد و یستهزأ بها، استهزا میشد، ریشخندی میشد در اسلام. وقتی چادر از سر زن دور میشه، این ریشخندی سیانه در آتش انداخته میشه، این توهین است.
امو مفکوره امروز در فرانسه نیست، امروز در خانه مسلمانی تام است. من خودم شاگرد اتور آب دیده از چشمش ریخته، برای ما گفته که مولوی به حجابی که در جان ما میبینی ایره در خانه نکرده، ایره بیرون برآمده می حجاب کرده. اگر در خانه حجاب بکنم خانواده مرا ریشخند میکنه، خانواده مرا ریشخند میکنه. در وطن، در می وطن اینطور مردم است، در می وطن که همین حجاب نعوذ بالله ایره علامه عقب ماندگی میدانه. چی میدانه؟ حالی خوموم شده. عروسه ببینه، عروسه ببینه چه قسم طور میکنه، کلاهش لج باشانه، در میدان رقص ساتر باشانه، 3 نفر پیراهنش گرفته باشه که چقدر دور و دراز است، پشت سر گرفته باشه. الله اکبر. من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که خود مشابه قوم سازه از همون جمله است. چرا کمتر نمیتونی؟ مسلمانی با غیرت داد از جهاد میزنی. مجاهد هستم، یک رسمی دنیای غرب اینجا اصلاح کرده نمیتونی. دختری تا در بین مردم میرخشانی در حالتی که عروس است، نیم کولرم پوشیده. برای عروسی یک شب عروسی یک کالا را دیگه، یک پیراهن چند هزار کرا بده. از این که ده احمق کس دیگه است که برای یک شب یک دانک پیراهن لعنتی را بگیره در جان دختری خود بکنه. دور از حاضر مجلس اگر کرده باشیم توبه بکشیم، اگر نکرده باشیم هوشیار شویم، دین بفهمیم، از غیرت خود کار بگیریم. در اون کل بردیم بنان عروس لباس کراکو چی کمال داره. فاطمه زهرا دمونطور لباس توی شد، عایشه صدیقه دو لباس، خدیجه الکبرا دو لباس. در کدام لباس؟ در لباس غیرت، در لباس عفت و عزت. چرا؟ در وطن میایم الله اکبر الله اکبر نماز میخوانیم، مسلمان خدا میگیریم. کدام اسلام؟ کدام اسلام؟ از کدام اسلام داد میزنیم؟ رشخندی سر مسائل اسلام، چی در اینجا باشه چی در اونجا باشه. در کدام مجلس که سر آیات الله رشخند زده میشه، اون مجلس چی میکنه؟ الله میگه فلا تقعدوا، نشینید اون مجلس معهم امرای اون مردم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که در سخن دیگه اون مردم مشغول شود، در غیر از این سخن که گفته میشه شما شریک نشوید. چرا؟ چرا؟ وجه چی است؟ چرا الله منع نمیکنه؟ جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است، بسیار جمله خطرناک است. الله متعال میفرماید، من نمیفرمایم انکم اذا مثلهم. در میتون مجلس که نشستی که اونجا استهزا سر احکام اسلام میشد، انکار از آیات الله میشد، اگر نشستی نخیستی شما هم به مثل ازواستی.